اقامت ملکی چیه؟ چه فواید و چه مزایایی برای شما داره؟ یه بررسی کامل این موضوع رو با هم خواهیم کرد. فرامرزی هستم، کانال ویزا مرز رو نگاه میکنید. اطلاعات کامل در مورد انواع اقامت ترکیه رو با هم تو این کانال مشاهده میکنید. سلام و درود خدمت شما عزیزان. همونطور می‌بینید که راه‌های رایج و عمومی برای ایرانی‌ها گرفتن اقامت ملکی در ترکیه هستش که دو شهرهای بزرگ بالای $75,000 ملک باید خریداری کنید و دو شهرهای کوچیک با $50,000 میتونید با داشتن یه خونه $50,000 تو شهرهای کوچیک این اقامت رو برای خودتون بگیرید. نکته مهمی وجود داره. فواید این اقامت چیه؟ اولین فواید این شما با ملکی خریدی سود دلاری میکنید، یعنی شما با افزایش قیمتی که وجود داره ملک خودتون افزایش پیدا میکنه و این سود دلاری رو خواهید و به واسطه حضور خارجیان فروش این ملک راحت انجام میشه و میتونید خونتون به راحتی بفروشید. دومی که با داشتن خونه نصف هزینه هاتون در صورت سکونت و زندگی در ترکیه نصف هزینه هاتون تامین میشه و این نکته بسیار مهم و خوبی هست. سومین آیتم که شما تحصیل فرزندتون در ترکیه رایگانه، هیچ تبعیضی با شهروند ترک ندارید و کیفیت خوبی واقعا داره. چهارمین آیتمی که شما پزشکی خانواده دارید و این سیستم درمان عمومی رو شما رایگان دارید. انواع واکسیناسیون ها، داروهای پایه رو شما تو این کشور با پزشک خانواده رایگان دریافت خواهید کرد. دو اینکه اعضای خانواده‌تون یعنی همسر و فرزند 18 سالتون با شما اقامت میگیرن و از همه مزایا شما استفاده خواهید کرد. نکته مهم اینه که داشتن حساب بانکی و حساب بین‌المللی در ترکیه هستش که شما میتونید انواع سرمایه‌گذاری و حساب‌های بانکی رو داشته باشید و سود بانکی هم حتی با سرمایه‌گذاری دریافت کنید. و موضوع بعدی اینه که از فواید و آفرهایی که دولت ترکیه به شهروند خودش میده شما میتونید استفاده کنید، مثل کارت‌های موزه، کارت‌های بازدید عمومی، جشنواره‌ها، کنسرت‌ها رایگان وجود داره و آفرها و تخفیفاتی که تو تعطیلات از حمل و نقل عمومی شما میتونید استفاده کنید. شما که اقامت ملکی دارید میتونید استفاده بکنید. آخر اینه که اجازه کار با خرید ملک و اقامت ملکی ندارید، یعنی شما اجازه کار ندارید و شما درآمد خودتون رو یا از کار آنلاین باید داشته باشید که نیاز به اجازه نداره، یا سرمایه‌گذاری هاتون از ترکیه خارج از ایران، یا درآمد ثابتی رو از ایران برای تامین هزینه زندگیتون داشته باشید. خیلی ممنون با من همراه بودید. اگه این نکات براتون مفید بود شیر کنید، به بقیه دوستاتون ارائه کنید و با لایک و کامنت به ما انرژی بدید.